حکیم فردوسی بزرگ چیز زیبا میگویند که توانا بود هر کی دانا بود، بدانش دل پیر برنا بود. واقعا شاهکار است. ما باید افتخار کنیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی چگونه یک مضمون ماندگار و جاویدانه را برای ما به میراث گذاشته است و وظیفه ما این است که این میراث را همچون گوهره که چشم باید نگاه کنیم. فصل زمستان است و سردی، آنچه که قلب ما را گرم نگاه می‌دارد این یک فنجان چای و یا قهوه و مطالعه کتاب ها است. عزیزان، امروز در عصر 21 همه گونه بهانه تراشی منع است، زیرا کتاب های بهترین امروز به زبان ناب تاجیکی دسترس شما عزیزان قرار دارند. از جمله کتاب رانده برن قدرت. ما 3 کتاب رانده برن را با زبان تاجیکی ترجمه کردیم و حتی شکل اودیویی کتاب ها را در یوتیوب کانال خیرت گذاشتیم تا اینکه شما از این گنجینه ها، از این کتاب های پرمعنا، از این کتاب هایی که میتوانند واقعا افکار و اندیشه و زندگی ما را تغییر دهند استفاده برید. پس بیایید یک جایه وقت خودمان را ثمرناک استفاده بریم. در روز کمی کم نیم ساعت به مطالعه این کتاب ها مشغول شویم. چی ادبیات خودمان، چی ادبیات غرب. عموما وقت خودمان را در روز تقسیم کنیم برای مطالعه و مطالعه را همچون ذوق نه، همچون یک کسب، همچون یک مشغولیت برای خود تصدیق کنیم، زندگی خود را زیبا کنیم. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بخواند.